بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد روزی وداع یاران. دکتر ایاز نیازی رحمه الله با من و شما ودا کرد. آرمانش را زنده بداریم، اهدافش را زنده بداریم. او شهامت و شجاعت و غیرت و مردانگیش را باید در فکر و مفکوره و افکار جوانان ما و نسل به نسل ما باید زنده بمانه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که از سنگ و ناله خیزد روزی وداع یاران. خدمت همه ملت شریف افغانستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شهادت جانسوز و جانگداز عالم ربانی، عالم مجاهد فرهیخته گرامی، شهادت شهید دکتر مولانا محمد ایاز نیازی رحمه الله را برای همه ملت افغانستان و بالاخص برای جامعه علما و روحانیون کشور و برای همه امت اسلامی تبریک عرض نموده. الله سبحانه و تعالی شهادت این ابرمرد کشور را به پیشگاه خیش بپذیرد و قبول کند و از بارگاه الله سبحانه و تعالی برای خانواده معظم و بزرگوار ایشان صبر جمیل و مزد جزیل خواهانم. پروردگار عالم این عالم ربانی را و این خادم دین را در روز قیامت در کنار نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین محشور بدارد. عزیزان و بزرگواران، زبان نمیتواند حرف بگوید، قلم هم نمیتواند بنویسد. از دست دادن چنین شخصیت ها برای همه ما ضایعه بزرگ هست، اما برای خودش رسیدن به او هدفی که آرزویش بود، رسیدن به قله های سعادت، رسیدن به فوز و فلاح و رستگاری که همانا رضای پروردگار عالم و جنت الفردوس هست، خوشا به حالش. الله سبحانه و تعالی در قرآن می فرماید: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. مردانی هستند از بین مؤمنین، مردانی هستند که با عهدی که با خداوند بسته بودن با او عهد خود وفا کردند، جام شهادت را نوشیدن. و بعضی دیگر از مؤمنینی هستند که آنها منتظر هستند تا جام شهادت را بنوشند، هرگیز در نیتشان و فکرشان و هدفشان تغییری ایجاد نمی شود. امروز دکتر ایاز نیازی، شهید محراب و منبر، کسی که در محراب شیرگونه سخن و سخنوری می کرد و در بین محراب عمرگونه جام شهادت نوشید. عاملان این عمل نافرجام و این سفاکانی که این عمل وحشیانه و عمل واقعا زشت و ناروا را انجام دادن، عمل ایشان محکوم بوده و نفرین میفرستیم با عاملین این کسانی که این عمل وحشیانه را انجام دادن. میخواهم این را بگویم: خوشا به حالت، خوشا به حالت شهید محراب و منبر، خوشا به حالت کسی که مردانه بر منبر بالا شدی و مردانه و عمرگونه در محراب و منبر جام شهادت را نوشیدی. امروز آرام بخواب، امروز آرام بخواب که دیگر اون غم و اندوه و پریشانی که
همیشه نسبت به جامعه و مردم و دولت و نظام و اینها را وقتی میدیدید و پریشان میشدید دیگر پریشانی نیست. این را میخواهم بگویم برای کسانی که این عمل سفاکانه را انجام دادن، میخواهم برایشان بگویم که شما کجا میروید؟ مسیر شما کجاست؟ مسیر شهید محمد ایاز نیازی رحمه الله واضح و مشخصه که جنت و جنت الفردوس هست. مسیر واضح و مشخصه که رضایت الله سبحانه و تعالی هست. مسیر شهید ایاز نیازی و علمای ربانی واضح و مشخصه که رضایت پروردگار عالم هست. اما تو کسی که این جنایت را انجام دادی میدانی مسیر تو کجاست؟ بله، مسیر تو هم واضح و مشخص هست، همانا جهنم، عذاب الهی. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. من میخواهم از اینجا اعلان بکنم انجمن شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری، دارالعلوم عالی انصار، مدرسه خصوصی انصار، دارالایتام انصار، مراکز و حلقات حفظی که تحت پوشش انجمن شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری هست و رادیو صدای انصار، این کاری که از دست ما برمی آیه تا 3 روز ماتم هست. رادیو صدای انصار برنامه‌های اسلامی که داره حتی تعطیل میکنه، بیشترین اوقات خود را در این 3 روز به تلاوت قرآن خواهد گذراند. رسانه‌های ملی، رسانه‌های محلی که داخل این کشور هست، اینها چه کار میکنن؟ عالم دین، وارث پیامبر، عالم فرزانه جام شهادت می نوشه، هنوز در رسانه های افغانستان زن بخانه و برقصه. آیا واقعا می شود گفت که این نظام و این رسانه ها به تحت یک اداره نظام اسلامی هست؟ چرا ماتم ملی اعلان نمی شود؟ چرا رسانه ها به تلاوت قرآن و به مسائل دینی و اسلامی نمی پردازد؟ به این است که از تمام ملت افغانستان من این خواهش را دارم که بیاییم غم شریکی خود را نسبت به خانواده این عالم فرزانه، نسبت به این شهید محراب و منبر بیاییم ما اعلان بداریم. در هر خانه ما باید زمزمه قرآن باشه، در هر خانه ما باید تلاوت قرآن باشه، در هر خانه این سرزمین باید نشان بدهیم که ما این عالم فرزانه را دوست داشتیم. باید نشان بدهیم که ما از علمای خود دفاع می کنیم. باید نشان بدهیم که دشمنان اندام به اندامشان، دشمنان خارجی به داخلی بلرزن و بدانن که علما وقتی از جامعه برداشته می شوند، ملت مسلمانه و از علمای خود دفاع می کنه. این عالم فرزانه وقتی از دنیا رفت، ما به این پریشان نیستیم که چرا دکتر ایاز نیازی از این دنیا رفت. بله، ابو حنیفه ها، شافعی ها، حنبل ها، مالکی ها، 10 ها و 100 ها و هزاران عالم دین فدای دین شدن. این سنت الهی است که ما باید جان خود را فدای دین بگردانیم. از زمان سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی تا به امروز و تا به قیام قیامت علمای دین باید در راه دین باید جان بدهند. شهادت افتخار ماست، اما تأسف و تأثر از نظامی داریم که شهادت علما را میبینه و سکوت میکنه و در حد یک تسلیت و در حد یک تقبیح از کنار این قضیه میگذره. این به درد ما ملت نمیخوره که نظام بیایه این را تقبیح بکنه، نظام بیایه این را محکوم بکنه. ملت افغانستان از نظام فیلی و کنونی این درخواست و خواهش داره که تحقیق بکن و بررسی بکن و جنایات و عاملین این جنایات را به دست بیاور و به پنجه قانون که همانا قرآن و سنت رسول الله است بسپار تا اینکه ظالم جزای خود را ببینه. ملت شریف افغانستان، ملت مسلمان، دشمنان اسلام امروز حتی دستشان به محراب و منبر علما رسیده. امروز دکتر ایاز نیازی دیگه در بین ما نیست.
امروز در و دیوار مسجد وزیر اکبر خان امروز فریاد میزنه، امروز گریه میکنه. امروز محراب مسجد وزیر اکبر خان به فغان و ناله هست و امروز این صدایش هست که بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد روزی وداع یاران. دکتر ایاز نیازی رحمه الله با من و شما ودا کرد. آرمانش را زنده بداریم، اهدافش را زنده بداریم. او شهامت و شجاعت و غیرت و مردانگیش را باید در فکر و مفکوره و افکار جوانان ما و نسل به نسل ما باید زنده بمانه. اگر دکتر ایاز نیازی از بین ما می رود، فکر و مفکوره ایاز نیازی باید در بین جامعه ما زنده باشه. علمایی که شهید می شوند نباید به شهادت علما ما سر به زانو بنشینیم و فکر بکنیم که قضیه تمام شد. نه خیر، ابوبکر و عمر و عثمان و علی فدای دین شدن، فکرشان و افکارشان بین جامعه اسلامی در قلوب ما زنده هست. الله سبحانه و تعالی جزای ظالمین را بدهد. دشمنان خارجی و داخلی که به این اقدام سفاکانه و این اقدام وحشیانه و این اقدام مزبورانه که جرأت این را ندارن بیاین رویی و تن به تن بجنگن، خفاشاکانه و صفاکانه و بزدلانه میآین بم و انفجار و داخل محراب و اینها جاسازی میکنن. چقدر گرفتی از این؟ اگر به وزن دکتر ایاز نیازی طلا گرفته باشی ارزش نداره. جای تو جهنم هست قاتل، جای تو جهنم هست مزدور، جای تو جهنم هست انسان از خدا بی خبر، جای تو جهنم هست کسی که میایی دست خود را به خون پاک علما تو آلوده میکنی. خون علما به تعبیر ابن قیم رحمه الله میگه خونیه که سم داره، زهر داره. دست هر انسانی که به او آلوده شده این را بدانه که جان سالم به در نمیبره. پروردگار عالم برای همه ملت افغانستان، برای جامعه علما و روحانیون کشور توفیق بده که ما از خواب غفلت بیدار بشیم. دشمنان تک تک من و شما را از بین میبرن. باید متوجه خود، متوجه سرزمین خود، متوجه مساجد خود، متوجه حوزه های علمی خود باشیم. الله سبحانه و تعالی برای همه جامعه افغانستان، ملت مسلمان افغانستان صبر جمیل و مزد جزیل عنایت بفرمایه. از عزیزانی که به خانواده دکتر ایاز نیازی غم شریکی نمودن، الله برای همه جزای خیر عنایت بفرمایه. پروردگار عالم روح این عالم ربانی ما را شاد داشته باشه. پروردگار عالم بر سایر علمای ربانی ما توفیق بده تا همیشه حق را بگوین و در مقابل ظالم نه هراسن و نترسن. آخرین حرف من این هست که اونهایی که میخواهند با کشتن علما دین را از بین ببرن، این محال است. این آرمان مگر به گر ببرن. هر قطره خونی که از علمای ربانی بر زمین میریزه، صدها و هزاران عالم دیگر رشد میکنه. این سنت الهی هست که الله سبحانه و تعالی با ریختن خون علما هزاران فکر خواب بیدار میکنه، هزاران قلب مرده را بیدار میکنه و زنده میکنه. این را بدانن. چراغی را که ایزید بر فروزد، هر آن کس پوف کند ریشه اش بسوزد. اونهایی که میخواهند صدای حق و حقیقت را از مسجد جامع وزیر اکبر خان مرکز افغانستان بخواهند خاموش کنن، کور خواندن، اشتباه کردن. یک ایاز نیازی از دنیا رفت، از قطرات خونش صدها و هزاران نیازی دیگر به پا استاده می شود. دکتر ایاز نیازی تنها نبود، هزاران شاگرد و هزاران مخلص و هزاران دلباخته داره که رایش را ادامه میدهند.
جبار الها پروردگارا علمای ربانی ما را حفظ بفرما. پروردگارا جوانانی که در گرد علمای ربانی هستند حفظ بفرما. پروردگارا بر همه ما توفیق بده تا اینکه فدای دین تو بشیم. این آیه مبارکه وقتی میفرمایه من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علی، از بین مؤمنین مردانی هستند که با او عهدی که با خدا بستن با عهد خود وفا کردن، جام شهادت را نوشیدن. و منهم من ینتظر، بعض دیگه از بین این مؤمنین مردانی هستند که منتظر شهادت هستند، مثل که ظالمین، کفار، ملحدین، فساق، فجار منتظر رسیدن به آرزوها و هواها و خواهشات نفسانی خود هستند. علمای ربانی منتظر شهادت هستند و بالاترین آرزوی فرد مسلمان شهادت که الله سبحانه و تعالی مرگ همه ما را با شهادتی که رضایتش هست خاتمه بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.